این قطعه‌ای که الان رو میز کار من می‌بینید ساعتی گیربکس لیفان 820 هستش که اکثر مشتریایی که به تعمیرگاه ما مراجعه می‌کنن و تقه شدید گیربکس دارن توی تعمیرگاه‌های قبلی اومدن و ساعتی عوض کردن اما مشکل خودرو برطرف نشده. بدونید که اکثر مشکلات تقه گیربکس توی لیفان 820 مربوط به خود برنامه TCU این خودرو هستش که دستورات اشتباه داره به شیربرقی‌ها ارسال می‌کنه. یه کد خطای یو داره یا کدهای خطا TCU داره، کدهای خطا دائمه و لرنینگ انجام نمیشه و مجبورن میان TCU بین 35 تا 45 میلیون تومان بدن و تعویض بکنن. توی یک وبینار تخصصی میخوام به آموزش بدم بدون تعویض TCU بیا این مشکلات رو توی لیفان 820 برطرف کنیم. 20 آذر ماه وبینار تخصصی لرنینگ گیربکس خودروهای چینی از جمله لیفان 820. برای اینکه بتونی تو این وبینار شرکت بکنی فقط کافیه کلمه وبینار رو برام ارسال